وزارت صنعت معدن تجارت مشاور بودم. یه آبدارچی خیلی محترمی داشت طبقه وزیر، یه پیرمرد خیلی نازنینی که خیلی هم به من لطف داشت. بعضی وقتا من میگم آقای دکتر یه مختصری من با پسرم خارج پول فرستاده، این چی بخرم؟ مثلا بهش گفتم آقا برو سیم کارت بخر، مثلا گفتم برو دلار بخر. این همیشه من یه مشورتی کشیدم، بعد در مجموع همیشه خوب در اومد. آقا یه بار زد و دولت عوض شد و وزیر جدید، من وزیر جدید نمیشه. بعد من عصبی شدم، اومدم برم بیرون، جمع در آسانسور که من خواستم برم، یک پیرمرد دست من گرفت. گفت آقای دکتر قربون تا نرفتی من چی بخرم؟ گفتم شما قبر. گفتم اومدم و بعد تو وسط آسانسور بودم که خدا من یه جای دیگه عصبانی بودم چرا به این پیرمرد من خدا خالی کردم. ولی همیشه دلم دلهوره داشت که یه جوری من دوباره ببینم حلالیت بترم بگم منو خیلی ببخشید. آقا گذاشت و وزیره برکنار شد و دوباره ما رو خواستم تا رسیدم به من روسی کرد. آقای دکتر قبل خریدم 8 تومن شده 30 تومن. برا فاصله تو بگذارم یه 3 طبقه خریده بود 8 تا 300 فروخت 30 میلیون. قبر فروختم. فروختی؟ این حلوا شکری قبر بردم. چند؟ آدم فردای خودش خبر نداره. چند؟ یعنی 5 سال پیش اگه ما 10 تا قبر خالی گرفته بودیم پر کرده بودیم الان میلیونر بودیم. چند؟ قبر 500 شده 25 میلیون. 25 میلیون. انقدر رشد نکرده زمین انقدر رشد نکرده. این وضعیت کسی مگه میتونه بمیره؟